دیگه همون شب ایزوم چیزی نشتن آتش کنن، همون شب خیلی سردم بودن. یعنی این فداکاری یک پدر است، با وجودی که خودش مریض است همو کمپل خود میگیره بر سر تفلکای خود هوار میکنه و اونا را میپوشانه که اینا سرما نزنه، ولی خودش وفات میکنه. پدرت یادت میاد؟ کجاست پدرت؟ فوت کرده؟ خب دوستان عزیز، ما در ولایت غور هستیم، در جایی که قرار داریم مسماس به جر ندیم، در کنار خانواده‌ای که خواهر محترم چند وقت پیش شوهرشان در اثر سرما خیلی شدید شده بود. 2 ساعت من شما در جریان هستین، اونا شوهرشان از دست دادن در اثر سردی هوا، چون چیزی نداشتن که از یک طرف خوراک و پوشاک و اما عیاشای باطی زندگیشان اساس برقرار باشه. در کنار مادر بزرگوار هستیم. خوب هستین خاله جان؟ ادامه داستان از خودشان میشنیم. البته نداشتیم گیاه میرفت دادرش پس نمیشدن تا میامد خونکی زد بمرد. یا چیزی نداشتیم، نیا گیزه میداشتیم، نیا خوردنی داشتیم، چیزی نداشتیم. شال هم بسیار کم بود داشتیم، بوته هم نداشتیم. میرفت دادرش پس نمیشد، نی کمکی بود، نه چیزی نه تا میامد خونکی خورد. از کسی تقاضای کمک نکردین که مثلا شوهرم سرما زده کمک کنین شما؟ کس کمکتون نکرد؟ نه، اینی که شوهرم کس کمک نکرد، میرفتن تا میامد. ما گیاهی نداشتیم، شوهرم میرفت کمکی نبود، میرفتن تا پس میامد. ماجر بودیم، گیاهی نداشتیم، نی زم داشتیم، نی خوردنی مواد سخت داشتیم، نی خوردنی. انتا میرفتن پس میامدن خونکی خورد. شو ساعت 11 بجه شو میرسیدن. شما شفاخانه نبردین؟ از قرار زنگ زدن، پول ملی نداشتیم و چیزی نداشتیم، بیامدن اینی ببردنش که همه بفتاده. کسی نداشتیم، هیچ چیزی نداشتیم که ما یک میتر چیزی در بست کنیم میر ببریم یا دور دوای بستنیم. اینی که دیست پای ایدان زبا بفتاده قد ببردنش هیچ چی نشد. خب حالا در فامیل چند نفر هستین شما؟ ما 5 تا بچه یکم و 3 هم دخترم. 3 تا و کس دیگه که نانآور نیست در خانه شما کار کنه؟ نه، علی نداریم، نمکک دارن، دی ندارن که یم کار نبود که کار کنه. هیچ چیزی نبود کار کنه. کسی نداشتن. شوهر من خودشم نمیتونن، تو بسیار عاجز و چیز بود، فقیر بود، نمیتونن. اندقه هم یعنی اولادم مبتلا بود که میام یا اخ میزنه چیز مینه، این شرکت خودش تیشی خودش اخزد. اللهم هم خونکی هم میریز شیرن آلی همشم میریزن. و آل شما در خانه برادرتان زندگی میکنید؟ ما خانه برادر ما کسی نداریم که ما دیگه مرامی نداریم. نه اینجا برادرم یک دونه برادر دارم، سارای امیزیشتیم، دیگه مرامی دیگه نداریم و همینجا مدیم. و کی به شما را کمک میکنه فعلا؟ همین نان غذا او چیزی که میخورین کی کمکتون میکنه؟ عملی که کس کمک ما نمینیدی، همی اگه ازدیاد کمک کنن. خب شما محادثه یادتان است که پدرتان چه قسم از دادین؟ بله پدرم، من خودم نبودم، با مدرسه بودم، بیان که مریشید شفخانه. بعد رفتم شفخانه، اینجا دیگه خلاص ملیجش نشد، یک سوشه زنده بود، بعد فوت کرد پدرم دیگه. بعد از دیگه اعمال فعلا هم دیگه مواد سوخت و دیگه مواد غذایی چی نداریم، مثلا بسیار کمتری هست که شاید 1-2 روز دیگه بیشتر دوام نکنه. بعد اگه دیگه میشه با ما کمک کم چیزی بکنن دیگه. و ایام یخ سرد است نه؟ یخ بخوری که اما یخ دیگه نه مواد سوخت چیزی. شما جای کار نمیکنین؟ نه کاروبار نیه، جای ما کار نه. پیش از اینکه با مدرسه بودم ولی فعلا پیش صغیره دیگه کاروباری هم نه. پدرتون که مریض شد به شفاخانه هم گفتین نبردین، پیسه نداشتین یا مسیر راه دور بود چی رقم؟ پیسه هم نداشتیم، یکی بعد همسایه ما زنگ زدن به اسکرا بیامدن ببردنش تا شفاخانه می زنده بود، بعد فوت کرد دیگه. خب و چه قسم سرما زد؟ در اتاق سرما زده بودش، در بیرون چی رقم؟ به خانه بود، شب خیلی سرد بوده دیگه. همون شب ایزوم چیزی نشتن آتش کنن، همون شب خیلی سردم بودن، کمی شال جیلی دیشن بله خورترک و پنده دیگه، خودشم بله لعقه دیگه انت چی بوده.
سرما زد و بردن شفاخانه مریجش هم نشده. یعنی این فداکاری یک پدر است با وجودی که خودش مریض است، اما کمپل خود میگیره بر سر تفلکای خود هوار میکنه و اونا را میپوشانه که اینا سرما نزنه، ولی خودش وفات میکنه. و بعد تکفین تجهیزش کسی پول گرفتین از کسی؟ ولی هم پول نداشتیم، هم کرای موتر هم چیز دیگه که بعد پا قرض کردن از مردم، اموالی هم دیگه خرج هم غیر کلا از مردم قرض می‌کنیم دیگه، پول مولی هم نداریم، هیچ کاروباری هم نه کاروباری بکنیم. انت مونده الله متعال مشکلتون حل کنه. ما چه کمک میتونیم براتون کنیم به نظرتون مشکلشون همیشگی حل شود؟ کمک هر رقم دیگه، کمکی که میتونین ایتوان تا هم کمک بر ما بکنین که ما از همه چیز پاکیم، از مواد غذایی، از سوخت هیچ نداریم. ولی فعلا هر چیزی که کمچومی هست گورم از دکانداران نسیمین دیگه، از مردم. خب یعنی منظور نیست که برتان یک سی چرخ بگیریم زرنج که میگن نه، او برتان بهتر است یک دکان خوراک و فروشی برتان آماده کنیم که مشکلتان از با تمام اعضای فامیلتان حل شود. کدامش بر شما بهتر است؟ خوب میتونین کار کنین داش؟ خدا هر کمش باشه فرق نمینه اگه دیگه. نه در کدامش شما خوب میتونین کار کنین؟ اما قرفه به خوبه بازار چی نکنی، اگه شیمه هم لازم شه خورد ریزه میشه دیگه، غذای هم زیاد بلکه امروز پیدا شد. خب انشالله درست است. پس برادر ما بازم میتونن دربارش فکر کنن که ما برسان سی چرخ بگیریم، زرنج و یکی غرفه، هر کدام خود انتخاب کردن برشان آماده میکنیم، انشالله کار میکنن و از طریق مشکلات زندگیشان حل شود. شما نمکت چی است؟ جمیله. جمیله جان چند سال هستی؟ 6 ساله. 6 سال هستی؟ پدرت یادت میآید؟ کجاست پدرت؟ فوت کرد. فوت کرده؟ نامت چی است؟ گلامت. محمد؟ گلامت. گل احمد. ماشاءالله. مکتب میخوانی؟ صنف چند هستی؟ صنف چند هستی؟ صنف 3 مکتب؟ آفرین. کتی بیادرت کمک میکنی باز در دکان انشالله. خب دوستان از این کار مشاهده میکنین، ما هر چیز زودتر باید این فامیل کمک کنیم، دستگیری کنیم. اینا فعلا در خانه برادر خودان زندگی میکنن چون مشکلات اقتصادی دارن و چیز حتی بخاطر سوخت ندارن. ما هر چیز زودتر باید این خانواده را سرپای استاده کنیم. این کار مشاهده میکنین و ما بتانیم در برنامه بعدی انشالله. چیلیکا که همونجا بستنده بودیم آتش میکردیم باز اینجا بیامدیم، یک بند خدای همینجا همسایه همون بوده نامیر بدادم آمانت که یک چند روزی بشنید، باز نام بیتری دارم ازی همسایه هم بنده خدا گم زدیم برارم هم بیتری دار جیباب نمیگه، باز او هم ازی همسایه هم بستندیم هم شیله کردم هم مسلمان آمانت داده هم بیتری را. شما چقدر قرض هستین از مردم؟ 50,000 که هنوز بیشتر قرض دارن لیلا. 50,000 قرض هستین؟ حالا متعال مهربان انشاءالله قرضای شما هم خلاص شود. خدا مشکلتان حل کنه. مادر بزرگوار. دوستان عزیز، شاید گوشه ای از داستان‌های دردناک ولایت غور یکیش این خانواده باشه. تعداد خانواده‌های زیاد از کشد نیاز به کمک و دستگیری داره. حتما مخصوصا بنیادهای خیریت تقاضا میکنم که سر بزنین به ولایت غور و این خانواده ها را تنها رها نکنین. ما انشالله گری از مشکلات این فامیل حل کنیم هرچی به زودتر. آرزوی ما و امید ما همی است. و السلام علیکم و رحمت الله.